بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، در درس‌های فکری که ما و شما خواندیم که یک انسان مسلمان فکر خدا و اندیشه خدا مطابق قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم جور میکنه. همیشه وقتی که انسان بخشای مثبت میخونه، این مکلفیت داره که عیبها و نواقضی که فکر انسان خراب میسازه ایره هم بخونه. مثلا شما که درس میخوانین، وقتی که درس میفهمین، میخواین که درس یاد بگیرین، باید بفهمین که عیبهای یک شاگرد چی است، تا که در صنف همو عیبها از شما آشکار نشه، که اگر نمره برتان داده شد باز مردم برتان نمره کم میدن. مثلا آداب نشستن است که یک کس در حلقه درس چه قسم باید بشینه، در هتل شیشتن فرق میکنه، در بازار مجلس فرق میکنه، لکن در حلقه درس انسان منظم میشینه. و شاگردی که بعد از استاد داخل صنف میشه، این بسیار خراب شاگرد است، او عاق است، به خاطر از اینکه استاد خوش نداره که بعد از او شاگرد بیه. بعد شاگرداش چه وقت بیه؟ پیش از او بیه. پس وقتی که ما در شرایط زندگی خود همین قسم چیزا را باید مراعات بکنیم تا که من حیث یک شاگرد یا محصل نرمال باشیم، استاد هم باید آمادگی داشته باشه. ما و شما از امراض فکری اول خواندیم که کدام امراض است؟ دیروز که خوانده بودیم، اول چی بود؟ خود پرستی بود. دومش چی بود؟ انسان پرستی بود. بعضی کسا خدا پرستش میکنه، چشم خدا معبود خود میسازه. اگر چیزی من به چشم خود دیدم قبول دارم، اگر به چشم خود ندیدم او قبول ندارم. پس این چشم پرست است، الله پرست نیست. فهمیدین یعنی؟ بعضی کسا عقل پرست است. اگر به عقل ما اینمی چیز برابر بود، ما او قبول دارم، اگر نبود ما او قبول ندارم. در حالی که مسائل غیبیات که است، بسیارش آدم با عقل خود درک کرده نمیتونه. بزرگی ملائکه را چطور تصور میکنی در عقلت؟ نمیتونی. صفات الله را، افعال الله را، صراط که میگه بسیار تیز است و نازک است، عذاب قبر چه قسم تصور میکنی؟ به عقل نمیتونی. عذاب قبر، ما ایمان داریم به عذاب قبر، اما به حساب حس و عقل وقتی که بری اون نفر مرده 70 30 نفر در گرفته، لکن چون موضوعات غیبی هست ایره با عقل در کردن نمیتونیم. بعضی کسا معبود خودی رو ساختن، عقل خود ساختن. بعضی کسای دیگه چی هستن؟ طبیعت پرست هستن. اینمی طبیعت معبود خود ساخته، اینمی طبیعت میگه ما رو جور میکنه. و بعضی دیگه حیوان پرست هستن که حیوانات پرستش میکنن، و بعضی کسای دیگه هستن که شیطان پرست هستن که سر هر کدامش مییم. دیروز ما و شما بخش اول که خودپرستی بود او رو چی کردیم؟ خواندیم. امروز چی هسته؟ انسان پرستی هست. انسان پرستی دو قسم است. بعضی کسا انسانهای زنده را، متوجه هستین؟ بعضی کسا انسانهای زنده را پرستش میکنن. انسانهای زنده را چه قسم پرستش میکنن؟ با چند شکل است؟ 5 شکل. انسانهای زنده را که پرستش میکنن با 5 شکل پرستش میکنن. اول احبار. احبار چی را میگن که پرستش میکنن؟ احبار جمع حبر است. حبر یهودیا عالم بزرگی که بسیار اما خوب قوی بود و کلان بود و چارشانه بود و شکم کلان داشت، ایره حبر میگفتن. اما علمای درباری خودن، یکی علمای حقیقی هستن که برای مردم آنچه که در کتاب الله
و سنت پیغمبرش آمده مو رو بیان میکنن. یکی علمای کلان درباری که و همیشه مزاج امو امپراتور امو کلان حکومت در نظر می گرفتن و مطابق از او به مزاج از او به ضد کتاب الله و به ضد شریعت موسی علیه السلام فتوا می دادن. اینا را احبار جمع حبر است. راهبان کی بودن؟ بعضی کسای دیگه که راهبا بودن که اینا میگفتن ما ترک دنیا کردیم، میرفتن در کلیسا 24 ساعت ما در عبادت هستیم. اینا را راهبان میگفتن. اینال این راهبا، این گوشنشینا، این ملنگ ها قوانین می ساختن ضد شریعت الله. احبار قوانین می ساختن ضد شریعت الله. الله متعال میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اینا احبار و رهبان خود چی ساختن؟ معبود خود ساختن. چرا؟ به خاطر که ما و شما خواندیم که هر کس یک کسی را در قانونی که ضد شریعت الله باشه از او اطاعت میکنه، او را معبود خود ساخته. اگر کسی را کس عبادت هم کرد او معبودش است، و اگر کسی را چی کرد قانونشه که ضد شریعت الله هست او را در حقیقت رب خود. الله متعال میگه اینا گمراه شدن. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که وقتی احبار از اینا و رهبان از اینا قانون ضد شریعت الله می ساختن، باز اینا از او چی میکردن؟ پیروی میکردن. یک صحابی مبارک ای عدی ابن حاتم است. عدی ابن حاتم ای در اصل نصرانی بود. این مسلمان شد، کلمه خواند. لکن با وجود از که مسلمان شده بسیاری مسائل اسلامی رو نمیفهمید. خودش چی قصه خدا میکنه؟ میگه اتیت النبی صلی الله علیه و سلم و فی عنقی صلیب من ذهب. میگه من پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدم در حالی که در گلویم یک دانه صلیب بود. صلیب چی را میگن؟ صلیب یک چیزک است این قسمی هست، این صلیب میگن. این چی میگن؟ این صلیب میگن. خب این چرا در گردن خود نصرانی ها میپرتن؟ به خاطر نصرانی ها به ای عقیده هستن یک مجسمه را جور کردن، العیاذ بالله العیاذ بالله. میگن که اینی مجسمه که هست، میگه این مجسمه العیاذ بالله عیسی مسیح است. یک دستش میگه اینجا میخ کردن، میخ زدن، میگه بودا میخ کرد. این دست دیگه‌ش هم میگه اینجا میخ کردن بود. تو میخ میزدن تا که خوب خونش بریزن و پایه‌اش هم اینجا میخ زده بودن. پس اینا به این عقیده هستن که عیسی علیه السلام در صلیب اویزان شده. الله متعال میگه و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم. الله میگه نه، دروغ میگن. عیسی علیه السلام، الله متعال عیسی علیه السلام و ما قتلوه، ایره قتل نکردن، و ما صلبوه و ایره در صلیب اویزان نکردن، ولکن شبه لهم. برشان چی شد؟ یک شبهه ایجاد شد. اونها یک کس دیگه را کشتن. الله متعال عیسی علیه السلام از چنگ از اینا نجات داد. یک کسی دیگه را کشتن، گفتن این عیسی مسیح هست، و یا تابال عقیده دارن که ای العیاذ بالله عیسی مسیح son of God است. حالا میگن العیاذ بالله این بچه خدا بود. این قسم عقیدهشان است. و الله متعال میگه که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. هر کس که میگه سه خدا هستی کافر است. کسی که دو تا خدا هم میگه این هم کافر است. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پس عدی بن حاتم رضی الله عنه مسلمان شده. میگه ما آمدیم پیش رسول الله صلی در گردنم چی بود؟ یک دانه صلیب اویزان کرده بودم. من ذهب از طلا، و صلیب خود از طلا ساخته بودن. فقال میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که یا عدی،
اطرح عنك هذا الوثن. گفتی بت از گردن تو سپر، تو مسلمان شدی، بت چرا در گردن انداختی؟ خوندوا رام پرستش میکنن، مجسمه رام، یا چی رو پرستش میکنن؟ مجسمه ساختگی عیسی علیه السلام. بعضیا قبر پرستش میکنن. کلش یک چیز است دیگه. پرستش مخلوق که شد کلش پرستش شد. خب و سمعته میگه ایره خو گفت بالاخره من ایره گرفتم او انداختم. میگه سمعته میگه من شنیدم از رسول الله صلی الله علیه و سلم یقرأ فی سوره براءه. گفت در سوره براءه این میخواند که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. قال انهم لم يكونوا يعبدونهم. میگه یا ایره عبادت نمیکردن، ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوه. لکن اینا ای احبار و رهبانشان وقتی که حرام الله را حلال میکردن یا از چی میکردن؟ متابعت میکردن. بسیاری کسا هستیم مثلا پیش یک رهبر خود میره، او باز برش میگه که تو هیچ ازدواج نکو. ای باز چرا میگه؟ ازدواج سر حرام است، ترک دنیا کو. ای رهبر خود معبود خود جور کرد نکرد. پس اینجا رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که ولكن هم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوه و اذا حرموا عليهم شيئا حرموه. وقتی که اینمی احبار و رهبان میگه فی این چیز حرام است، پس از این نمیگشتن که در کتاب الله چی گفته، در حالی که قانون نمی است. اگر شما را یک کس میگه این چیز حلال است، برش بگین بیارین سندشه. امی آیت شریف چی قسم بود؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. در سوره توبه در آیت 31 الله متعال می فرماید اتخذوا گرفتن. یافتن؟ یک آیت قبل ازی وقالت الیهود عزیر ابن الله. الله متعال میگه یهودیا گفتن که عزیر پسر الله هست. در آیت بعدی وقالت النصارى المسیح ابن الله و نصرانیا میگفتن که عیسی مسیح بچه الله. خب اتخذوا احبارهم، او گپ کفری رو قبلا گفتن. آلی چی کردن؟ اتخذوا احبارهم گرفتن اینا علمای خدا و رهبانهم و راهبای خدا. فهمیدین عالم راهبه؟ فرق بین احبار و رهبان چی هست؟ فرق بین احباری است که احبار حبر عالم می باشه، علمای یهود که غضب الله سر از اینا نازل شد. یعنی بعضی کس عالم می باشه حق می پوشانه، او مغضوب علیهم است. و بعضی کسای دیگه ضال و گمراه هست که دین نمیفهمه. چیزی که در دین نیست او رو میره در دین داخل میکنه. این حال هر کسی که از هر دوی از این طایفه پیروی میکنه این گمراه هست. اینا میگن که اتخذوا الله متعال میگه که اتخذوا احبارهم، اینا گرفتن علمای خدا یهودیا و نصرانیا کی رو گرفتن؟ رهبانهم. راهب، نصرانیا راهب میگن، کلانای از اونا راهبایشان است. زیاد اونا ترک دنیا میکنن. راهبایشان همیالم در کلیسا فادر میگن، مادر میگن، یک زنا و مردا، دخترها و پسرا، یا ازدواج نمیکنن، قرار میرن می بین کلیسا زندگی میکنن. بازی حلال حرام میکنن. حرام چی میکنن؟ حلال میکنن. نه از روی کتاب خود. مثلا اگر در کتابشان بری شراب حرام است، لکن این راهب و احبار و رهبان به خاطر ازی که مردم خوشحال شوه، به خاطر که جیبایش پر شوه، حلال حرام میسازه، حرام چی میسازه؟ حلال میسازه. این حال کسی که باز از اینا پیروی میکنه او رو چی خود گرفت؟ معبود خود گرفت.
و المسیح ابن مریم، همین قسم عیسی مسیح علیه السلام هم گفتن پسر الله هست. ایره هم چی کردن؟ معبود خود گرفتن. و ما امیرو، الله متعال میگه و ما امیرو، لکن اینا امر نشدن که این کارها را بکنن. پس به چی امر شدن؟ الا لیعبدو اله واحدا. الله بر جنا چی امر کرده بود؟ که و اله واحد، یعنی معبود واحد و یگانه رو شما چی کنین؟ پرستش کنین. اینا بر جنا این کلش سبحانه عما یشرکون، پاک است الله متعال از آن چیزی که اینا شرک میارن. پس بعضی کسا احبار پرستش میکردن و بعضی کسای دیگه چی رو پرستش میکردن؟ این چرا در قرآن برای ما و شما گفته؟ حکمتش چیست که الله متعال ما رو به یهود چی؟ که گفته که مثلا احبار پرستش میکردن. نصرانی ها چرا رهبان خدا پرستش میکردن؟ همون کلانا و پیرای خدا پرستش میکردن. آلو رهبان پیرایشان، احبار و علمای درباریشان. آلی یکی از شما رو پرسان میکنن حالی خواه میکنن برای ما چی؟ در جوابش ما و شما میگیم که الله متعال برای ما این میکروب های فکری ده، این ویروس ها را بیان میکنه که اونو مردم هم دعوای دینداری میکردن، به اینی علت ها اونا کافر شدن. اشکو که شما نشید. فهمیدین مقصدشه؟ چرا برای ما میگه؟ چرا برای ما میگه؟ ولی دی احبار و دی رهبان و خبری مونږ په قرآن کې کیږي د دې لپاره چې هغه ویروسونه او مرضونه، هغه فکری امراضی که هغوی داخل سوي دي تاسو هم مبتلا نشئ. حالا یک نفر وقتی که ویروس نشناسه چی بشه؟ مبتلا میشه. اما اگر یک کس میشناسه احتیاط میکنه که والا اینی ویروس است، اینی خطرناک است. برای وقایع بله. این در حقیقت این تابلت های وقایوی قرآن است. تابلت های وقایوی قرآن چی هست؟ که تو را از امراض فکری چی میکنه؟ وقایه میکنه. که اینی مرض فکرت باشه فلانی کس به اینی مرض، مثل که مثلا یک وقت پدر دار میگه که او بچه خوب فکرت بگی، یک بچه جوان همسن تو بود، مثل تو آری نمی قسم بود، تمام روز موبایل خود مصروف بود، دمی سمستر اول در پانتون چی شد؟ ناکام شد. اون بچه فلانی رو میبینی؟ اونو دیگر رو میبینی که سعی کن جوالی شده. چرا جوالی شده؟ اونو پودری رو سعی کن و هم مثل تو یک انسان بود، لکن این تو یک بیعقلی کرد که رفیقای بی اهل و نااهل گشت. رفیقای نااهلش برش یک روز یک کپسوله که دادن، دیگر روز برش یک سیگرت که دادن، دیگر روز برش شیر دادن. بیا بگی خیر است، آدم از دست دوست خود مثلا زارام میخوره، تو بگی یک بفکو یک کشت کو، یکی یک دود کشت کرد، دیگر روز صاحب گنگ شد، باز دیگر روز سوم روز چهارم روز یک هفته بعدش تعلیم میکنی که صاحب جوان خوب خوش قواره نازنین در زیر پل رفتن. وشکو بچیم، پدرای هوشیار نصیحت میکنه وشکو بچیم مثل زنوار بیعقلی نکنی، در جای دوستای نااهل اختیار نکن. اینال ای پدر برای اولاد خود به خاطر چی را میگه؟ به خاطر مهربانی میگه. آل از میلیاردها میلیارد پدر که الله متعال مهربان تر است. الله متعال که مهربان است برای ما و شما چی میگه؟ میگه ببینن که اینی مردم یهود اول مسلمان بودن، به موسی علیه السلام به عیسی علیه السلام ایمان آوردن، لکن چرا اینا کافر شد سرشان لعنت الله آمد؟ و هر 10 رکعت نماز ما و شما میخوایم که یا الله مثل علمای یهود و مغضوب علیهم ما را نگردانی، یا الله مثل اینمی رهبان و پیرای نصارا و ما را هم تو پیر بدعتکار نگردانی که ما هم مثل از اینا وره چیزایی که ضد دین است برای مردم بگوییم. در هر رکعت نماز خود دعا میکنیم نمیکنیم؟ ها اهدنا الصراط المستقیم، یا الله ما را در راه نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین ببر. صراط الذین انعمت علیهم، کسایی که سرشان نعمت فرستادی. میخونیم نمیخونیم؟ چی میگیم از داخلش؟ میگیم غیر المغضوب، یا الله ما را دو کارهای کسایی که غضبناک شده سرشان غضب تو نازل شده از اون ما را نجات بده. و کسایی که ضالین هستن اینی مغضوب علیهم احبار بودن، ضالین کی بودن؟ رهبان بودن.
فهمیدی یعنی؟ پس اینال این مردم دیگه وقتی که از مغضوب علیهم الضالین پیروی کردن، از احبار و رهبان پیروی کردن، اینا هم کافر شدن. آیا برای اینا رکوع و سجده کردن؟ میگن این سجده نمیکرد برش. خیلی چی میکرد؟ میگه وقتی که او برش قانون میساخت ضد شریعت موسی علیه السلام، ضد شریعت عیسی علیه السلام، بازی از او چی میکردن؟ پیروی میکردن. فهمیدین یعنی؟ پس الله متعال میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا. وقتی که قانون کسی را که ضد شریعت الله باشه تو اطاعت میکنه، او رشید گرفتی؟ ربت گرفتی. ارباب جمع چی است؟ رب است، یعنی رب خود گرفتن. پس اینی مردم کافر شدن نشدن. الله متعال ذات مهربان است، برای ما و شما میگه شما که امت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستین، در راه رسول الله صلی الله علیه و سلم برین، پشت احبار و رهبان نرین. اگر یک عالم آمد براتان درس داد، استاد دایی آمد براتان درس داد و گفت که بسم الله الرحمن الرحیم برادرها شراب حرام است، شما پرسانش کنین بگین که برادر استاد در کجا شراب گفته حرام است؟ این آیت قرآن است. خلاص سیست. سند گپ استاد دایی نیست، سند چی است؟ کلام الله هست و احادیث صحیحه، احادیث صحیح رسول الله است. اگر دلیل داشت بگو صحیح درست است استاد. اگر نه که یک نفر آمد از دل خود براتون گفت والا اینمی کفتر حرام است، اشک و کفتر شاید شمشیره را نخوری، کفتر الله گفته بخو، کبابش کو، چرا نخورن؟ آلخی در مکه مکرمه هم که بیدیم اونجا یک کفتر مردم میلا داده و در مدینه هم مردم میلا داده در کل جای، مثل که اون دو گوار در هندوستان اعلا کرده، شکمش در تخته پشتش چسبیده، گوا نمیخوره، بیخلص نیست. حالا که کفتر رو نمیخوره خویان بیخلص، یا بچه کاکای اون دوست خود نمیفهمه، خدا نسب خدا گم کرده. نه این مایی از فلانی جای است، مایی رو نمیخوریم، در حالی که مایی حلال است یا حرام؟ آیا در قرآن و سنت آمده که فلانی مایی حرام، فلانی مایی رو نخورین؟ علما که میان از روی قرآن و سنت و احادیث اجماع و قیاس اینجا میان قواعد چی میکنن؟ استنباط میکنن. پس باید برای دلیل داشته باشه در کتاب الله، در سنت رسول الله، در اجماع امت اسلامی و در بعض مسائل قیاس میشه. قیاس چی قسم میشه؟ مثلا در قرآن آمده که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان. حال یک کس میگه صاحب من ابو جو میخورم، دو پشتک ابو جو نشست که 2% چیز داره، الکل داره. میگه من خب خمر نخوردیم، الکل خوردیم. برش میگیم که علما استنباط میکنن که هر چیز نشاور، چرا شراب حرام شده؟ به خاطر که نشه میکنن. در وقت عربا وقت از انگور شراب جور میکردن، از خرما شراب جور میکردن. انگور و خرما حلال است، لکن وقتی که تو یک سیستم جور شده که باز مغز داره چی کنه؟ خراب کنه. خمر چی رو میگن؟ اصلا خمار در زبان عربی چادر رو میگن. چی رو میگن؟ چادر چرا خمار میگن؟ به خاطر روی آدم میپوشانه. شراب عقل چی میکنه؟ علما گفتن که اینمی قسم که شراب عقل میپوشانه، آل انواع مختلفی از این شراب ها در بازار است. در دبی رفتیم در یک مارکت، در ترکیه رفتیم در یک دکان شراب فروشی، سعی کردیم اینجا داخل هتل دکان شراب فروشی بود. در دبی در مارکت، در میدانی که میری که سفر میکنی اینجا دکان شراب فروشی است. وقتی که سهل میکنی کمی کافرها خریده میرفتن، یک 70 قسم شراب بود. اینال 70 قسم چرا کلش نشاور است؟ پس امی کلش نامش انگلیسی ها را پرسان که what is this؟ میگه this is whiskey. what is this؟ میگه this is brandy. what is this؟ میگه this is 69 96. what is this که برش بگی بر کلش تشریح کردم میره. اما کلش وقتی که دکاندار پرسان کنی بگی این دمی چیزایی که دمی تو میفروشی، آدم وقتی که میخواد که عقیده خدا ایمان خدا حفظ کنه باید از هر کس برای پرسان بکنه. مادت داره میره پرسان میکنم. از این دکاندارم پرسان که بگی excuse me انت تکلم عربیه؟ میگم عربی. عرب است، خدا زدش، خدا شرماندش. فهمیدی؟
شراب این چیزا هست دبای نزدیک کلش نشاور است. میگه ها نشاور است. برش بگی که من یگان چیزی که نشاور نباشه. میگه نه ولی از من کلش نشاور است. این خو نامش دیگه چیز است. این خو خمر نیست. میگه نه کلهم خمر. خودم دکاندار چی میگه؟ میگه کلهم خمر یخمر و عقلک. که بخوری عقلت چی میکنه؟ شادی ور خیزک میزنی. لكن اسماء مختلفه. لكن نامش چی است؟ مختلف است. میگه یک کار دیگه هست که مثلا اونو شرابم که است 100% شراب داره، اینیش 98% داره، اینی 48% داره، اینی 20% داره، اینی 10% داره، این یکیش 1% داره. و رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ میگه وقتی که یک چیز یک قطرهش حرام شه، یک گیلاسش نشاور بود، یک قطرهش هم چی هست؟ حرام است. چیزی که زیادش آدم نشه میکنه، اما یک قطره‌کش هم حرام است. حالا کس بر تو بگه والا این پیالگه که تو که بر چای بیاره کسی نه بر چای بیاره بگید این پیالگه که چای بر یک قطره که ادرار انداختیم. پس اگر ادرار حرام و مردار است سیست نه امی یک قطرهش هم چی است؟ مردار است. بس گلاس زد مردار کرد. پس اینجا هست شناختین احبار و رهبانه. احبار علمای شکم پرست که به خاطر دنیا دین خودم میفروشن و ضد شریعت الله قانون میسازن. خود از این مغضوب علیهم است. خودی احبار که جمع حبر است. حبرها مغضوب علیهم هستن که غضب الله سرشان شد و کسایی که از اینا پیروی میکنن یا بنده های مغضوب علیهم هستن. فهمیدین یعنی؟ رهبان اونمون ملنگا و گوشنشینا و ترک دنیایی هستن که میگن ما ازدواج نمیکنیم، لکن یا چی میکنن؟ شریعت الله را تغییر میدن به جهالت. خودشان ضالین هستن و کسانی که از این رهبان پیروی میکنن اونا هم بنده های رهبان خود ساختن، او را معبود خود قرار دادن. حالا برای یک انسان هوشیار فهمیده چی هست؟ که همیشه در احکام باید اطاعت از کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر یک عالم بر تو ولو که بخیزه بگویه، روز کس آمده میگه والا دمی کریسمس که است شیخ ازهر گفته که پروا نداره مبارکی بیدی. خود شیخ ازهر خود احبار شد، حبر است. فهمیدی یعنی؟ اولو خود به خاطر جیبک خود، به خاطر موترک خود این قسم فتوا را صادر میکنه. اما ما و تو من حیث مسلمان میفهمیم که در روز کریسمس نصرانی ها چی میگن؟ میگه امروز العیاذ بالله بچه خدا تولد شده. عیسی مسیح چی میگن؟ و قالت النصارى المسیح ابن الله. خب میگی what is the day today؟ شما خب انگلیسی رو میفهمید، پرسانشان کنین. میگه today is birthday of Jesus Christ. میگه امروز روز تولد کی هست؟ عیسی مسیح هست. برش میگه خب وقتی که روز تولد از او است یعنی چی؟ یعنی میگه معنایش هست که در این روز عیسی پسر الله چی شده؟ تولد شده. حالا تو مسلمان برش که میگی مبارک باشه تولد بچه خدا، چی شدی؟ بقول والله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، چی شدی؟ کافر. و کسی که به یک آیت قرآن انکار بکنه چی میشه؟ کافر. پس اینال ما پیروی از کتاب الله میکنیم یا از احبار و رهبان؟ اینال کسایی که نمیفهمن عقیده را میخواه باز دلیل عقلی میگه والا همساییم است. ها؟ صبر مثلا اون دو هم همسایت است، میری در کارتی پران اونجا خانه اون دوست. دیگر روز میگه که والا این بتک ما در فلانی روز خانه بت ما بچه شده، بچه بت ما هم خداست. خود بتم پیر شد میمرد، ایوازی باز بچه یکش جوان میشه بازو میای خدا میشه. تو میری برش میگی مبارک. چرا؟ همساییم است. همسایت خیلی میگه گلاس مرداری یک افتاده میگه کام بگی بخو. تو میگی همساییم است. میگی؟ نه میگی نمیخورم. همسایه جان اگه چیز پاک آوردی خوب، اگه آوردی چتلت چی باشه؟ از خودت باشه. وقتی که چیز مردار کس را نمیخوری پس چرا؟ اینجا مسائل ما در مقابل نصوص قرار داریم. پس باید هر عالم
از این چیز کنن. خب سوم قسم کدام مردم بدن؟ رهبرا هست. انال بسیاری کسا این رهبرا که هست. چند قسم رهبر است؟ انال رهبرا اول رهبرای فکری هست. رهبرای چی هست؟ فکری، مثل فلاسفه. دوم قسم رهبرای سیاسی هست، مثل پادشاه، رهبرای حکومت، رهبرای سیاسی یا هست. قسم سوم رهبرای مثلا پارلمان هاست. قسم چهارم رهبرای شیطانی است. ایناله اینی پارلمان ها که است یا قانونی هستند. رهبرای چی هستند؟ قانونی. اینیش شیطانی، اینیش قانونی است، اینیش سیاسی است، اینیش چی است؟ فکری است. و یک قسم دیگه شما است تعلیمی. صحیح شد؟ خب رهبرای فکری کی هستن؟ بعضی کسا مثلا به اساس فکر، والا من پیرو فلسفی دیکارت هستم و دوگیش میگه من فلسفه ارسطو رو قبول دارم و این کلشان کافر هستن. چی هستن؟ کافر هستن. این رهبرا و این فیلسوفا که هست هر کدامش یا ما شما خانم یا عقلگرا هست یا حسگرا هست یا نفسگرا هست، هر چی که هست یا پیروی از چی میکنن؟ از اونمو خواسته های خود میکنن. بعضی کسا یارا پرستش میکنن. وقتی که یار برای ما والا صاحب فلانی فیلسوف این تو گفت مگه پس رو قبول دارم. فهمیدید؟ دوم قسمش رهبرای سیاسی هست. مثلا در رهبرای سیاسی پاچه هاست. فرعون یک امپراتور یا پاچه بود. فرعون نمیگفت بیاین بر من رکوع و سجده بکنین. فرعون چی میگفت؟ میگفت قانون ما که ضد شریعت موسی علیه السلام هست این شما قبول کنین. انا ربکم الاعلی. الله متعال این میگفت که فرعون میگفت که من رب اعلای شما هستم. متوجه هستین؟ ایناله قسم سومش در رهبرای سیاسی رهبرای حزب داخل میشه. بعضی احزاب هست دمو اساسنامه دمو ورقش که بری بخونید، دمو ورقش دمو صفحه اولش دمو اساسنامه داره. هر حزب دمو اساسنامهش کفریات خدا بیان کرده. ما مبارزه به خاطر قوم میکنیم. مثلا خلقیا و پرچمیا که بدن در اساسنامهشان در برنامهشان اونمو اندیشه مارکس و انگلس و لنین بود. کارمل بلند به صدای بلند میگفت، ما مؤثر بودیم در پوانتون، بیانیه میداد و میگفت که ما میخوایم که نظام اتحاد شوروی را امیاله بیانیهش کلش در اینترنت از شما کنشته بشنوین. ببرک کارمل در بالی سرش 3 دانه کلر عکسایش بند کرده بود. یکیش مارکس است، یکیش انگلس است، یکیش لنین. میگه اینی رهبرای ما هست و ما میخوایم دمی رای از یا بریم. رای از اونها چی بود؟ رای کفر بود. بعضی کسا اینیا را چیز میکنن. رهبرای سیاسی. پس انسان مسلمان حق نداره باید فکر خدا، اندیشه خدا از این قسم برنامه‌های کفری چی کنه؟ پاک کنه. بعضیشان رهبرای چی بودن؟ پارلمان ها هست. مثلا در هندوستان ما رفتیم، پارلمان هندوستان گفته شراب حلال است. چی گفته؟ شراب حلال است. حالا کسی که از این پارلمان پیروی میکنه، پارلمان چی خود جور کرده؟ معبود خود، رب خود جور کرده. بعضی از رهبرای چی هستن؟ قانونگذار هستن، قانونی هستن. قانون جور میکنن. قانون جور میکنه که در اون قانونش ضد شریعت الله هست. پس کسی که از این پیروی میکنه اینی چی خود گرفته؟ رب خود گرفته. بعضی کسایی دیگه شیطان برای خود چی جور میکنه؟ رهبر خود میسازه. یعنی قوانین شیطانی رو سر خود چی میکنه؟ تطبیق میکنه. اگر شما هم دیده باشین در بعضی از چیزها هستن به نام شیطان پرست. شیطان پرست ها هست. الله متعال میگه روی
پاک صفا روی تا خلق کردیم، خوب روی که مقبول داری اینا خوب صحیح صفا ستره بشوی پاک 5 وقت وضو بکن، پاک صفا باشی، عطر بزن. این چی میکنه؟ این میره در روی خود از اینجا میخه چخ میکنه، از این طرف دیگه ایش میکشه. چرا تو میکنی؟ میگه من شیطان پرست هستم. اصلا نیست عکسایشون نمی چیزا هست این فیسبوک ها تمام روز شیطان پرستا هم دعوت میکنن. یکی رو ببینی که صاحب ریش خود دراز مونده، باز اینجاش خط زده، اینجا خط زده، با اینجا مویک خودم مونده، باز اینجا شکل کردن. این چی هست؟ میگه یا هم سیستم شیطان پرست است. تو چرا تو کردی؟ حالا مرم سلمانی بازی داد، پیش سلمان شیشته منم تو جور کرد. خب خیلی توی قدر از جانت بیخبر هستی؟ آل کلخ از توست. ها؟ نه ولی اصلا من خوشم آمد دیگه. او هم دیگه از ریشش ریشخند جور کرده و از کلیش امو خطای جبه باره خط اول و خط دو و خط سه از جور کرده. من تشبه بقوم فهو منهم. تو چرا خودی قسم کردی؟ تو که نمیال در کشورهای اروپایی بری تو میگه مردم که تو شیطان پرست هستی. هر امریکایی که تو رو ببینم میگه تو شیطان پرست هستی. چرا قواریت مثل چی جور کردی؟ شیطان پرست. باز خود مسلمان میباشن. یک وقت یک دختر ایرانی در یک جای خاطره خود نوشته کرده بود که ما در ایران بسیار حالت خراب داشتم و اونجا قانون تو بود که باید کل دخترها چادر بپوشن و بسیار چی کنن. گفت من هم لباس حجاب خسته شدم، خوشم نمیاد که می چادر و حجابی گپا بپوشم. گفت یک وقت رفتم در آلمان، خودش دختر میگه وقت آلمان رفتم میگه دیدم که اونجا آزادی است. میگه ما هم دیگه صاحب رفتیم یک جمپرک نیم قولا، یا آستینم کندموس انداختم، یا آستینم کندموس حجابم کلوله کردم. گفتم با امان خدا دیگه برو طرف دیگه. مویارم رفتم صاحب دیگه همین عجیب جور کردم و در پیش آرایشم شستم دیگه خوب اما تو غلیظ آرایش ناخونارم گفت ساختگی ماندم خوب دیگه. یک قسم دخترها عادت دارن پلکک های ساختگی ها میمانه و یگان چشمای خدا میگن تاش یک دفعه سیاه میشه و باز کالای سبز که پوشید چشمای سبز جور میکنه. ایران برش قسم خوب خدا گرفتم تمام آرایشایی که بود گفیره کردم. گفت برآمدم یک پتلون چسب پوشیدیم و یک جمپرک دسکاولم هم گفت سر شانه میگه برآمدم که آزادی دیگه اینجا برای من گفتن که آزادی است. میگه من که برآمدم دمیر جاده میریم که یک بچه آلمانی دیگه هم تو رامبو دیگه آمد. میگه من گفت بالا شدم موتر. میگه من گفتمش پیشانی مترش گرفتم. میگه باز من گفت که ولکم. من گفتم مرگ کم، پدرت کم، پدر کلانت کم، برکی. خب بالاخره میگه ای پایان شد از این دست ما گرفت مرا کش میکنه که موترم بالا شدم موترم. میگه من اعصابم خراب شد. ام یک دسکال میگه دمی روی ازی زدم. یا هم خب میگه رامبو که ام یک سیلی زد. خب خلاصه میگه وضعیتم خراب است دیگه. ما که زمین وقتی که دیگه چیز نرسه زورم که نداشتی در غیرت آمدی مجبور هستی دیگه زده بری بیاز خلات میخوری داتا میخوریم یک تا بزنیم. میگه ما دیگه ما هم وار میکنم و یا هم وار میکنم. میگه یک وقت پلیس آمد و اردوی ما را راستن بردن در امو پلیس استیشن. وقتی در پلیس استیشن میگه ما را بردن داخل پلیس استیشن. میگه یک ریش سفید آدم است کلان جنرال است یا چی است هم رئیس هم چیز پلیس. میگه این سنمه سیکت. میگه او بچه دادم بیرون استاد کرد. میگه من گفت که چی مشکل است؟ میگه من برش گفتم که مشکلی است که من در راه میرفتم اینمی پدر نالت بچه خر و بچه مچم چطورکایی این من را گرفت و توهین کرد و من کتش جنگ کردم. میگه او همی رئیس پلیس که بود میگه مرا میگه که چی؟ میگه خب میرفتی؟ میگه من دیگه وضعیت من خراب است خراب که حال خب بیا از اونجا یک مسابقه اول تیر کردیم حال دیگه بیا یک زدن دیگه ایشه بده دستکاول گفت همین دستم تیار گرفتیم. میگه من دلم است که رئیس پلیس برش گفتم که تو از خود دختر داری فامیل داری
من یک دختر مسلمان هستم، من یک دختر دیندار هستم، من دختر بدکاره نیستم، چرا گپ برای من میزنی؟ میگو برای من گفت ریلکس آرام باش، گپ مرا گوش بگی، سر گپ من خوب دقیق فکر کن. تو میگی که من دختر مسلمان دیندار هستم، صحیح نه؟ امی بچه لندغر چی بفهمه که تو دختر دیندار مسلمان هستی؟ این لباسی که تو پوشیدی، قواری که تو تیار کردی، چهره که تیار کردی، این چهره یک دختر مسلمان، یک دختر پاک، یک دختر خوب نیست. این لباسی رو که تو پوشیدی، قواری که تیار کردی، این چهره و قواری کی هست؟ اونمو دخترای بدکاره هستن که دمی سرکا میگردن و دموترای مردم بالا میشن. تو صحیح لباس درست تا بپوش، صحیح همون لباس اسلامی تا بپوش، باز اگه کس تو را غرض گرفت باز بیا مورد از زندان میپرتم. برو بچیم، نه لط کو، نه جنگ کو، نه هیچ کو، خود اصلاح کو، چهریت اصلاح کو. پس ایناله انسان مسلمان در چهره خود هم باید آثار چی رو داشته باشه؟ اسلامی رو داشته باشه. خب اینال شیطان، پیروای شیطان کی هستن؟ یک تعداد شیطان پرستش میکنن. در جمله از این کسایی که شیطان پرستش میکنن فالبینا هستن. وقتی که پیش فالبین میری، فالبین وقتی که دست تو را سیل میکنه، این فالبین کافر است یا مسلمان؟ ها؟ کافر است. به خاطر از اینکه او فالبین چی میکنه؟ او از غیب بر تو گپ میزنه، ادعا میکنه که من علم غیب دارم. پس این شیطان، این فالبین چی شد؟ کافر شد. این ساحره که قرآن توهین میکنه و لغت میکنه و قرآن با خون و با مرداری نوشته میکنه، این مسلمان است یا کافر؟ این حالا کسی که گپای زیر تصدیق میکنه، این امی شیطانه، امی فالبینه، در قانون زندگی خود رهبر خود ساخت نساخت، پرستش شکر. یک تعداد دیگه چی هستن؟ رهبرای تعلیمی هستن. رهبرای تعلیمی چه قسم هستن؟ بعضی از استاذا و معلمین هستن که بر شاگردای خود کفر درس میدن. ایوازی الله میگن این قانون الله نیست، باید قانون از چی باشه؟ از انسان باشه. در اسلام اقتصاد نیست، در اسلام سیاست نیست. کسی که از اینی معلم‌ها و از این استادا پیروی میکنه، او رو در حقیقت گپش تاکید میکنه، او رو چی خود جور کرده؟ معبود خود، رب خود جور کرده. انسان مسلمان باید در هر کدام از این متوجه باید باشه. علامه سید قطب رحمت الله علیه چی میگه؟ میگه فرعون، سعی که گپ سید قطب، میگه فرعون ادعا نمیکرد که او خالق و تدبیر کننده آسمان هاست. نمیگفت که ما آسمان خلق کردیم، زمین خلق کردیم. همچنان برای مردم نمیگفت که عبادت در مقابل از بکنه. فرعون نمیگفت کسی بیا بر من سجده بکن، بیا بر من رکوع بکن. بلکه چی میکرد؟ میگه ادعای حاکمیت و تطبیق قانون خدا میکرد. میگفت کسی که مرا دوست داره باید شریعت موسی علیه السلام قبول نکنه، قانون مرا بپذیره. انا ربکم الاعلی. فهمیدین یعنی این موضوع؟ سومش چی هسته؟ پدر پرستی هست. پدر پرستی چه قسم از بعضی کسا پدر خدا معبود خود قرار میده. کی نه؟ پدر خدا، پدر کلانای خدا، می بزرگای خدا. مثلا الله متعال میگه و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، بر ابو جهل، بر ابو لهب، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله میگفتن که او ابو جهل، او ابو لهب، اینی کتاب الله هست، اینی سنت رسول الله هست، اینی وحی است، و ابو لهب و ابو جهل در جواب چی میگفتن؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آبانا. ما چیزی که الفت گرفتیم، عادت کردیم، این عادت ماست، این رواج ماست، ما نمیتونیم عادت خود تغییر بدیم، ما نمیتونیم فرهنگ خود تغییر بدیم. اینال کسی که به عوض شریعت الله عادات پدرها را، قانون از اینا را محکم میگیرن، پس اینجا یا در حقیقت عوض الله ربوبیت برای کی دادن؟
به پدرای خود دادن. حال بسیاری کسا هست امیر نمیفهمه. پنجمین مرض چی هست؟ قوم پرستی هست. قوم پرستی و نشنالیسم چی هست؟ که بسیاری کسا میگه قوم ما اینمی قسم فیصله کرده. مثلا الله میگه که وقتی قتل شد و فی القصاص حیات، در قصاص چی هست؟ حیات زندگی هست. شما قاتل که قتل عمد کرده باید چی کنین؟ قصاص کنین. یا میگه نه صاحب ما قوم ما اینی قسم میگه. پس اینا ایواز الله قانون کی رو قبول میکنن؟ قوم خدا. پس اینا قوم پرست هستن. قوم پرست هستن. و در قسمت قوم پرستی متوجه هستین؟ اینی مرض قوم پرستی هست. خب که بعضی کسا قوم خدا پرستش میکنن. دومش که هست کسایی هستن که انسانهای زنده را پرستش نمیکنن، بلکه انسانهای چی رو پرستش میکنن؟ مرده را. انسانهای مرده را بعضی کسا از شخصیت ها مجسمهش جور میکنن، مثل اون دوها را شما دیدین که مجسمه رام و شام و اینیا را مثل عرب ها که جور کرده بودن. و مردم حبشه قبرهای پیغمبرای خدا، قبرهای اولیاء الله را جور کرده بودن و اونا را پرستش میکردن. حالا من یارش براتون میگم، باز آیات قرآن ده باره باز کلش خوانده میریم که باز ما و شما قرآن کل از اینا رو چه قسم رد میکنن. قسم دیگیش که ما و شما اول بفهمیم که چند قسم مخلوق پرست هستن. فهمیدین یا نه؟ چند قسم شده تا بالا؟ نه اونجا ما و شما دیروز چند تا را خواندیم؟ در خودپرستی چند قسم پرستش مخلوق بود؟ 4 قسم. 4 شد نه؟ 5 شد. 9 قسم پرستش مخلوق. 2 تا هم دیگه شد؟ 11 قسم. عالم در قسم دیگه چی هستن؟ طبیعت پرست هستن. طبیعت پرستی چی هست؟ طبیعت پرستی این هم یکی از امراض فکری هست. این طبیعت پرستی سبب چی میشه؟ 2 بخش داره، تقریبا چند بخش داره. یک گروه طبیعت پرستا میگن که جهان ابتدا نداره، جهان از قدیم اینمی قسم است، پس این کس خلق نکرده، خود طبیعت العیاذ بالله خالقشه. فهمیدین یعنی؟ این گروه اول هستن. دوم گروه طبیعت پرستا و چی میگن؟ و میگن که خالق متعالی طبیعت خلق کرد، لکن کنترلش امان باست دیگه به مخلوقات. فلانی منطقه را فلانی کس نگاه میکنه، فلانی قاره را فلانی کس نگاه میکنه، فلانی اول خلق کرده. فهمیدین یعنی فرقشه؟ یک گروه میگه که هیچ عالم کس خلق نکرده، مطلق ملحد است. یک گروه دیگه میگه که نه، الله خلق کرده، به این باور داریم، لکن کنترلش مانده به کی؟ مخلوقات. العیاذ بالله. این چی هست؟ قسم سومش میگن این دهر که هست یا را زندیق میگن و با کدام دین و با کدام چیز عقیده ندارن، فقط میگن که این دهر که هست، این طبیعت که هست دائمی، این همون هست دیگه، این از بین نمیره و همون تو دائمی هست. گروه چهارمش چی هست؟ گروه چهارمش طبیعت پرستا کسایی هستن که میگن خلقت طبیعت تصادفی است، نگیره که خالق نداره، تصادفی پیدا شده، سر به خود پیدا شده. اینال از این طبیعت پرستا چند فرقه مردم پیدا شد. فرقه اول کسایی که چی بودن؟ کاملا منکر بودن، یا به نام چی میگن؟ به نام سیکولر میگن. سیکولر ها هستن، به نام سیکولاریزم اینا آمدن. گروه دیگه پیدا شد به نام پلورالیزم. اینا هم از وجود خالق متعال انکار میکنن و میگن که قوانین کلش باید خود این انسان ها بسازن. یک گروه دیگه پیدا شدن به نام کمونیسم. سعی که از یک فکر چند چیزا پیدا شد. یک گروه دیگه پیدا شدن به نام دموکراسی. اینا هم میگن قانون آسمانی را قبول نداریم، هم کلانایش در غرب که هستن و میگن که ما قانون زمین قبول نداریم، قانون آسمانی را خود ما بر خود ما چی میسازیم؟ قانون میسازیم. یک گروه دیگه پیدا شدن به نام طبیعت پرست و چی میکنن؟ طبیعت پرستش میکنن.
یک گروه دیگه پیدا شدن، سبحان الله چی حال است. بعضی ها هستن و میگن اینمی طبیعت و حرارت و برودت و خشکی و تری و نرمی اینا که هستن سبب ایجاد چی میشن؟ مخلوقات میشن. اینمی چیزاست، میگم چیزای طبیعی است، با هم یک جای میشن و بالاخره سبب چی میشن؟ به وجود آمدن مخلوق میشن. ششمی گروه کسی به نام داروینی، نظریه ایولوشن که داروین او را مطرح کرد. یا هم یک گروهی از طبیعت پرستا هستن. اونا میگن اصل انسان که است این اصلا چی بود؟ شادی بود و بالاخره از شادی پس چی جور شد؟ پس هم اساسات شد. خب برش میگی از کجا کردی؟ میگی در ساینس است. میگی ساینس خود لابراتوار بیا خبر من نشان بده. میگن نه 2 میلیون سال پیش شده. حال 2 میلیون سال پیش تاریخ است یا ساینس است؟ منتها مردم چی میکنه؟ بازی میدن به نام ساینس. میگی یک این ساینس ثابت کرده. باز وقتی که بری پرسانش بگی خب خیلی که ساینس ثابت کرده، خیلی یک لابراتوار میریم و تو بیاین اینجا لابراتوار است بر ما پیدا کنیم. یا مثلا در دنیا ببین یک کس را پیدا که یک شادی که مثلا فعلا نیمه شادی باشه نیمه انسان باشه. میگه نه والا تو نیست. خیلی چه وقت؟ میگه 3 میلیون سال 4 میلیون سال قبل ای کار شده. آل 3 میلیون 4 میلیون سال قبل ای مربوط ساینس میشه؟ ساینس خب باید چی است؟ ساینس مثلا میگه H2O سیزده؟ میگی فرمول چی است؟ آب است. اگر بخوای ثابت کنی میری در لابراتوار برات ثابت میکنه، میگه این آب است، این تجزیهش کن، هیدروژن و 2 اکسیژن، این خلاص. این فرمول چیست؟ این قبول داریم. فرمول آب H2O است. ما اینو چی داریم؟ در لابراتوار معلوم میشه. اما بیار برای من یک انسانه که نیمه شادی و نیمه انسان باشه. خیلی شادی های باغ وشک هست. خب باید کم کم دگال 10-20 سال مدیر باغ وشک شوه. تو بیار یک داره که یک شادی گفته باشه که مثلا 20 سال پیش شادی بودم، اینا باغ وشک بودم، اینا 20 سال تیر شد، اینا حال کم کم چیز شدیم، حالا اومدیم دعوای چوکی میکنم. نه میگی این کار نمیشه. چرا نمیشه؟ میگی 2 میلیون سال پیش شده. چرا؟ بازی میتن، فریب میتن. فهمیدین نه؟ منتها یا مثلا اون نظریات طبیعت پرستا هست. این حال دو چیز است. خوش همیشه شما جوانای رو فکرتان باشه، یکی نظریه علمی هست، یکی حقیقت علمی هست. چند چیز است؟ یکی نظریه است، یکی حقیقت. این خوب یادداشت کن، نوشته کن. نظریه و حقیقت. باید فرق بین نظریه و حقیقت پیدا کنیم. مثلا یک ساینسدان از بسیار مشهور مثل اینشتین یا دیگران یا یک نظر میتن. این نظریه از این علم نیست، یک نظر است. چه وقتی به علم مبادله میشه، به یک حقیقت علمی مبادله میشه که در لابراتوار بر ما چی کنه؟ ثابت کنه. اگر ثابت کرد این باز به یک حقیقت علمی تبدیل میشه و همیشه حقیقت‌های علمی با قرآن برابر است. فهمیدی؟ نظریات علمی مثلا من یک مثال براتون بگم. نظریات علمی 1 قرن در اروپا و در امریکا و در کل دنیا همین قانون بود که اتم، نظریه علمی همین بود که اتم قابل تجزیه نیست. این چی بود؟ حقیقت علمی بود یا نظریه بود؟ لکن همین نظریه را بسیاری کسا به نام حقیقت تیر کرده بودن. در کل مکتبا در زاده میشد. سیزه؟ اما یک دانشمند آمد اتم چی کرد؟ تجزیه کرد. پس این نظریه چی شد؟ باطل شد. این حال ما و شما اگر یک ساینسدان یک گپی را میزنه برش میگیم برادر ساینس که هست تجربه هست. مثلا در قریه شما درخت‌ها امسال هیچ میوه نداد. یک استاد زراعت دستاش در جیبش هست، میگه ما پروفسور زراعت هستم. صحیح؟ این درخت‌های شما به خاطر ازی میوه نمیده که شما بر ازی او ندادین. شاید اما ما برش میگیم والا این خود استکایت که در جیبت باشه این ساینس نیست.
یک کس دیگه میایه او هم استاد زراعت است، میایه چند تا درخت میگیره میبره در لابراتوار و علتی که چرا امسال این درخت ها میوهشان کم شد او رو در لابراتوار خوب تحقیق میکنه. بعد از او برای ما میاره و برای ما میگه که امسال شما عیب درخت هایتان این است که شما این دوا پاشی نکردین، یک تعداد از حشرات پیدا شده که عموم میوه را در وقتی که نو پندو کرده خورده. پس کدامش قبول میکنی؟ اینی لابراتوار. اینال اگر کدام ساینسدان بر ما رفته به صورت نوری در اول سال بیایی بر ما نشان در تلویزیون از فیلم است. یک وقت ما 50 سال پیش هم سنای شما بودیم، استادای ساینس میگفتن که آل ساینس قدر پیشرفته شده که بخیر چند سال بعد ما شما زینه را میمانیم میریم به مریخ. دیگه در زمین خانمانه کس جور نمیکنه. ای دیگه زمین چیه؟ زمین از شما باشه، شما ناخ سر زمین چی میکنین؟ من میرم در مریخ جور میکنم و دیگه در عطارد جور میکنم و دیگه در زحل جور میکنم، خلاص کلگی ساعتش تیر است. وقتی که ساینسدانای حقیقی در اونجا رفتن و برای ما گفتن که دیگر از استاد دیگه که ساینسدان قوی بود و برای ما گفتیم استاد من خوش دارم استاد جان که عروسی من در زحل بکنم و میخوایم نامزادم خانه‌اش در عطارد باشه و خسر من رایی کنم در مریخ. شما چی نظر دارین؟ استاد گفت بچهای گلم این کسی که گپا را زده گپای احساساتی و نظریات شخصی و بیعقلی از اونها هست. این نیمچه ساینسدان است. ساینس کسانی که حقیقتا این سیارات تحقیق کردن در اونجا در روز درجه حرارت از 200 درجه بالا میره و در شب از 200 کجا میره؟ پایین میره. اونجا کس زندگی کردن نمیتونه بچیم. این زمین است که الله متعال بر ما تو مسخر ساخته. این خواره وسو کنین و جایی را که شما اونجا برین نمیشه. بعضی سیارات از اکسیژن نداره. اصل نیست همون تو در ساینس. پس او رفتن و مثلا تحقیق کردن و بعضی چیزا و کار علایده هست، اما ای که تو بری اونجا باز زینه بانی و باز اونجا بری بلند منزل جور کنی و بلند فلانی کنی ای گپای هست که در ساینس جایگاه نداره. ناخدا چیز نکنین. این حال پس فهمیدی فرق بین نظریه و بین حقیقت علمی ره. حقیقت علمی است که هر ساینسدانی که هر گپ میزنه او رو باید در کجا بری؟ در سر میز لابراتوار بیایه بر ما او رو چی کنه؟ ثابت کنه بگه اینه. خب ما در درس خواندیم که در تجربیات از چی استفاده میکنیم؟ از علم ساینس استفاده میکنیم و قرآنی رو برای ما گفته، پیغمبر برای ما گفته و اعدوا لهم، آیات قرآن میگه مستطعتم من قوه، و آیات قرآن میگه سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. پس یکی نظریه علمی هست، نظریه هست، حتی علمی هم نیست، یک کسی یک نظر میده، و یکی حقیقت علمی هست که حقیقت علمی باید با ساینس با لابراتوار ثابت شه و بر کلگی نشان بده بگه اینه برادر اینی گپه. بعضی چیزها هست در عقل تو گنجایش نداره اما در ساینس میشه. مثلا یک نفر تو را بگه اینه میایین در هوا پرواز میکنه، این میگه اوه این پرواز میکنه، تو لوده استی، اینه لوده آین پرواز میکنه. اما اگر خود این نفر رو بری در طیاره بشونی، طیاره هم از آین باشه اینجا سکنه تک 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 و طیاره حرکت کنه، باز چی میکنه؟ قبول میکنه. این حالا آین تا آین است، چیز نه؟ اگر آین به این شکل باشه. اما از این خاطر بسیاری وقتا بسیاری کسایی که گمراه میشن، بعضی از جوانا را به نام ساینس فریب میدن. مثلا چارلز داروین چی کرد؟ چارلز داروین انت یک الماری جور کرد، رفت یک دانه کله را آورد، کله شادی است. یک دست آورد، دست انسان است. یک دست دیگر آورد، دست شادی است. یک پای از شادی است، یک پای از انسان است. جمجمه و مثلا اسکلت و گپا را کل از چیزا با هم آورده و الماری مان گفت این صاحب اینی اسکلتی یک انسان هست که شادی است که در حال تطور بوده، نیمه شادی است نیمه انسان است. مردم ها دیگه او چک چک کردن و خیزک زدن و چاله دوزن، یکی بغلش کرد، یکی ماچش میکنه، یکی گردنش. بالاخره چی شد؟ یک ساینسدان خیز برش گفت که این چرا دومینه الماری مانده؟
گفت من این نظریه است، من نظریه رو قبول ندارم. اگر ساینسی گپ قبول بکنه باید سر تحقیق بکنیم. این اسکلت آورد سر میز خود. وقتی سر میز تحقیق کرد دید که دی این ای رو میشناسین؟ در علم در ارتوپدی کسایی که طب میخوانن، استخوان شناسی، استخوان سر با استخوان دست دی این ایش متفاوت است. پس اون نفر خیس نشته کرد که داروین دروغ گفته، رفته در کدام جای قبرستان و در کدام دشت رفته، از شادی را اسکلتش گرفته و از انسان گرفته، بین از چی کرده؟ یک تا یک جور کرده، اما ساینسی را تایید. چرا؟ به خاطر از اینکه استخوان دست با استخوان سر با جمجمه دینشان مساوی و یکی نیست. این ساینس میگه. زد اینمی چیزا، اینمی ساینسدان، اینمی قفس شرکت، اینمی الماری رکت، اینمی چیزا که میگه زمین رو طرف انداخت، گفت اینم میگه دروغ است و در لابراتوار خود کلش نشان داد، دینی را نشان داد. اون ساینسدان بزرگی که در اروپا بود نظریه دارون چی کرد؟ رد کرد. لکن چیچای ساینسدان، لودگکای ساینس امروز هم از این گپا چی میکنه؟ تلقین میکنه. چرا؟ و چی هستن؟ معلمای شیطان صفت هستن که میخواین از طریق ساینس، یک جوانا خلاقمند ساینسیات هستن، ولی کیمیا است، بیولوژی فیزیک است، ولی استاد فیزیکی گپا گفتن. در حالی که ساینسدان بزرگ لوی پاستور اول که میکروسکوپ کشف کرد، خودش اول دید که در زیر ناخونایش موجودات ذره‌بینی بسیار کوچک است، مثل که قاریز فاژه بکشه. این میکروب ها و این ویروس ها را که ای کشف کرد، افلاطون ویروس هم میشناخت، سقراط میشناخت، اینا نمیشناختن. وقتی که این را کشف کرد، یک کسی پرسان شد، گفت که لوی پاستور وقتی که توی موجودات ذره‌بینی کوچکی که هست یا را تو کشف کردی، ایمانت به وجود الله چطور شد؟ گفت روزی که من این موجودات ذره‌بینی کوچکی که تولد دارن، تکاثر دارن، تناسل دارن، صحیح؟ گفت وقتی که من یارا در زیر میکروسکوپ دیدم، ایمان من به وجود خالق کائنات 100 چند شد. چند شد؟ 100 چند شد. چرا؟ ات خالق هست بسیار بزرگوار. اتو مخلوقاتی را جور کرده که موجود حتی با چشم دیدن نمیتونیم. چند قرن بشریت چند قرن زندگی کرده، لکن موجوداتی که به میلیاردها میلیارد موجودات است، امی بشریت اونا را نمیشناختن. پس خالقی هست که کل زیر خلق کرده. یک کسی دیگه، یک عالم دیگه میگه والا من چطور تسلیم شدم؟ کار کدوم ساینسدانای واقعی برو گفتن تو چرا به قدرت الله تسلیم شدی؟ گفت وقتی من به قدرت الله تسلیم شدم، گفت من یک بشر دیدم. میگه من گفتم بیا یک بشر جور کنم. میگه وقتی که رفتم آناتومی و فیزیولوژی بشر مطالعه کردم و آوردم در لابراتوار، گفتم یک دانه پشگه که ساخت خودم جور میکنم، اینه که مردم نشان بدم که من هم پشه جور میکنم. گفت بالاخره صاحب همین تمام اعضای بدن پشه را جور کردم، یا روادی که به هم نصب کردم، حالا یک وقت سهل میگن پشه‌ام قاعده یک هلیکوپتر شده. هر قدر که زور زدم اینه که خرد ساخته برم پرزایی که دیگه تکر میکنه، کار نمیته. پس گفتم پاک است او ذات، قدرتمند است او ذاتی که اتو پرزه هایی که در هلیکوپتر کار رفته او رو در پشه آورده و خردترک به اندازه جور کرده ذره‌بینی که او کار خودم میکنه، کار یک ماشینی بسیار بزرگ میکنه. این هم یک ساینسدان است. من یگان دفعه میخوانم این قصه های ساینسدان های، هیچ وقت چیزی نیمچه ملا نمیشینم. نیمچه ملا دشمن دین است، نیمچه ساینسدان هم دشمن دین است. فهمیدی؟ اما ساینسدان های بزرگی که نظریاتشان رو بخوانی باز میگن والا من توسط ساینس مسلمان شدم. یک ساینسدان است رو پرسان کردن، گفتن تو چطور به قدرت الله؟ گفت من یقین کردم که الله ذات رازق است. سعی کنین
میگه چی قسم باور کردی که الله ذات رزاق است؟ میگه سعی کن یک رسمه که براتون بکشم. میگه یک وقت ما تحقیق میکردم سر پرنده ها. یک پرنده در بین بحر آمد. این قسم یک ساختمان داشت، این قسم یک دولت داشت، سرکش بود، در سر نولزی گفتند یک سیخک بود و در پایان نولزی هم یک دونه سیخک بود. میگم من که سال کردم که این پرنده در بین بحر، در سر بحری شنا میکنه. پرنده در کجا شنا میکنه؟ در سر بحر. لیکن این پرنده او بازی کردن نمیتونه، شنا کرده نمیتونه. چرا بعضی پرنده ها هستن که غذای خود از کجا پیدا میکنه؟ در بحر خودم میزنه چه؟ و این بیچاره مثل باشه و تو قوی هم نیست که یک دفعه یک ماهی رو ببینه از این بالا بره قپش کنه در بغل خود بگیره بالا بره. نه، بسیار پرندگان که غریب و عاجز و بیچاره. میگه من ایران ماندم که این رزق خود از کجا میکنه؟ چی میخوره؟ هر قدر که با علم و ساینس و عقل خود فکر کردم وسیله رزق از ما پیدا کردم نتونستم. و دیگه گفتم اینه می دو دانه شاخک در سر بینی ازی چی به درد میخوره؟ امیره من بگیرم قیچی کنم. ناخ سر بینی ازی رو گرنگ کردم. به نظر من بالاخره میگم من چی کردم؟ کمره ها رو سر بحر نصب کردم تا 24 ساعت یک هفته رو تعقیب کنم. دمی یک هفته روز اول چیزی نیافتم، دوم و سوم و چهارم بالاخره میگه یک روز دیدیم که غذای ازی رو پیدا کردیم. میگه یک وقت من در کمره سعی کردم که در بین بحر میگه نهنگ است. میگه نهنگ وقتی که شکار میکنه یگان چیزا میخوره، این باز نفسکش تنگ میشه، بازی دان خود آواز میکنه این قسم طرف بالا، این باز تنفس میکنه. دمی وقتی که گفت این تنفس میکنه در بین دندانکای از چیز همین پرندگک میراسن در بین دان نهنگ در اینجا میشینن و تا وقتی که در اینجا شیشته سیخک ها نهنگ دان خود چی؟ بسته کردن هم میتونه. این قرار در این بین از این دان نهنگ میشینه و از قاد دندانهای نهنگ این توتک های گوشتی که مانده ایره چی میکنه؟ ایره میخوره. پس فهمیدم حکمت دو دانه سیخک در سر بینی ازی است و فهمیدم رزق ازیره. این رزق ازیره به این شکل در بین ازی بحر در دان نهنگ کی برش این رزق آماده کرده؟ الله. اینمی ساینسدان میگه اون روز ما فهمیدیم که الله متعال خالق متعال کسی رزاق حقیقی هست. رزاق است. رزق هر کسی برش میرسانه. خب دیگه طبیعت پرستی بود. بعد از طبیعت پرستی چی هست؟ حیوان پرستی هست که بعضی کسا حیواناتو گاو و گوسفند و شادی و فیل یا را پرستش میکنن و آخری قسمتش هم مرض فکری شیطان پرستی هست. خواه که اونا شیطان ها یا خود شیطان کلان پرستش میکنن و یا هم شاگردای شیطان پرستش میکنن که فالبین است، جادوگر است، ساحر است، کاهن است، اینیا هست. آن بخش دوم درس ما و شما بحث اولی بود که ما و شما امی مکاتب فکری کفری و شیطانی که فکر خراب میکنه یا را بشناسیم. بحث دوم ما سرازی هست که آیات قرآن درباره تمام از این موضوعات چی گفته هست، درباره کل از آیات قرآن چی میگه. این بحث دوم ماست که شروع میکنیم. چه وقت بخیر؟ فردا انشاءالله تعالی قرآن شریف ها را میگیریم و از روی قرآن شریف یک چند مکتب شده می در مجموع کل ازیرا که حساب کنی تقریبا 20 چند فرقه میشن. کل ازیرا در قرآن عظیم شان ردش در قرآن عظیم شان و حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله است و ما و شما را میخوانیم با تفسیرش و تفصیلش تا که فکر اسلامی خوب 100% پاک داشته باشیم. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا الله.